سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران و مادران عزیز، تمام هموطنانی که بنده را میبینید یا میشنوید، امروز که دیگر در درآمد ماه رمضان هستیم، الکی از فردا همگی بر روزه میخیزیم و امشب نماز تراویح هست. بنده هم خواستم یک موضوعی کوتاه که درباره ماه رمضان را همراه شما داشته باشم. پیش از همه آمد ماه رمضان و الکی داخل شوی و به یکایک شما بگذار مبارک باشد و پروردگار این ماه را با عبادت و با توفیقش به آخر رسانیدن را به یکایک ما نصیب کند. و چه خیلی میدانیم این ماه از دیگر ماه ها فرق میکند. شبهای این ماه مثل شبهای ماههای دیگر نیست و روزهایش مثل روزهای دیگر ماه. برای همین به قدر این ماه رسیدن را ما بعد از دانستن فضیلت های این ماه میدانیم. ولی امروز موضوع من عایده کارهایی هست که در این ماه حرام است کردنش و نباید هیچ یک مسلمان روزدار آن را انجام دهد. و اولا وقتی ما درباره روزه صحبت میکنیم، زیادی ها گمان دارند که روزه گرفتن فقط گرسنگی و تشنگی هست و دوری از جماع یا نزدیک شوی زن و شوهر. فقط همین است و بس. یعنی کسی که روزه دار است روزانه نباید بخورد، ننوشد و همبستری نکند. همین روزه است، دیگر هیچ چیزی نیست. و شبش چی خواستی میگویی، میبینی، میکنی و روزش هم فقط گرسنه و تشنه باشه کفایه است. ولی وقتی به آیت صیام یا آیتی که روزه در آن فرض است نگاه میکنیم، الله نمیگوید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تجوعون. الله این رو نمیگوید که برای شما من روزه رو فرض گردانیدم تا اینکه شما گرسنه بمانید، نه، بلکه میگوید لعلکم تتقون، تا اینکه شما پرهیزگار شوید، تا اینکه شما ترس پروردگار در قلبتان زیادتر باشد و از انسان‌های باشد که از گناه دور می‌شوید و به عمل‌های صالح زیادتر دست می‌زنید. برای همین اینجا خواستم بعضی چیزها را که مایان گمان می‌کنیم که برای روزه‌دار جایز است اما حرام است همراه شما صحبت داشته باشم. اولا در ما حدیث در صحیح بخاری است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من لم یدع قول الزور والجهل والعمل به فلیس لله حاجة ان یدع طعامه و شرابه. هر کسی که دروغ گفتن رو و این چونین دیگران رو تهمت کردن و بالای دیگران بدگویی رو و عمل کردن به همین بدی ها رو، یعنی دست زدن به گناه ها رو ترک نمی کند، پروردگار به ترک کردن خوردن و نوشیدن او هیچ نیاز ندارد. یعنی وقتی تو روزدار هستی اما زبانت را نگاه داشته نمی توانی یا دست و پایت را، چشمت را، گوشت را، عموما اعضای جسمی خود را از گناه ها داشته نمی توانی، گرسنگی و تشنگی تو به درد خودت هم نمی خورد، در نزد الله هم هیچ ثوابی ندارد. و اینجا ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم قول الزور گفتن، یعنی ببخشید، قول الزور بین علما معنایش بعضی ها میگن دروغ، بعضی ها میگن نه، هر چیزی که بد است، هر چیزی که دیگران را آزار میدهد، چه از غیبت باشد، چه از طعنه باشد، چه از تحقیر کردن باشد، این قول الزور است. و هر کسی که در ماه رمضان روزه میگیرد اما برابر این مشغول غیبت است، مشغول جنگ و جنجال است، مشغول تحقیر کردن است، مشغول مسخره کردن است، چی در داخل خانه‌اش همراه اعضای خانواده‌اش، چی در کوچه همراه مردم، چی در تلفن همراه دوستان مجازی، یعنی در کجا نباشیم وقتی زبان تو روزدار نیست و وقتی تو مشغول آزار دیگران هستی، برای پروردگار آن گرسنگی و تشنگی تو هیچ لازم هم نیست و روزه تو هیچ اجر هم ندارد. یعنی این حدیث پیامبر از آن دلالت میکند که روزه که داشتی فقط معده‌ات نه، باید که زبان تو هم، دست و پای تو هم روزدار باشند، که در این باره در ما قول صحابی جلیل جابر ابن عبدالله هست که میگویند هم زبان باید روزه گیرد و هم گوش ها، هم دست و پا، که نباید بدی رو بشنوی و نباید بگویی و نباید با دست و پایت به یگان بدی دست بزنی. چیزی دیگر عزیزان اینجا در ما حدیث در ابن ماجه هست، پیامبر میگویند صلی الله علیه و سلم رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. هستند روزدارانی که از روزه آنها بجز گرسنگی دیگر هیچ چیزی نیست، یعنی هیچ ثوابی ندارد، آنها فقط گرسنه بودن تمام، دیگر هیچ چیز نیست. و اینجا نگاه کنید چرا یک نفر روزه می دارد از صبح تا شام
اما فقط گرسنه ماند و اما آن اجر و ثوابی که برای روزداران از ریان است و از اجابت دعا است و از مغفرت پروردگار نصیب او نمی شود. برای اون که اینجا یک چند گناه های هست که انسان اگر توبه نکند و بر دوام اون گناه ها رو کرد، اون گناه ها در نزد پروردگار ثواب های او رو از بین بردن میگیرند. از این گناه ها اولینش قهرگی هست، علل خصوص قهرگی با صله رحم، یعنی با خویش و تبار، پدر، مادر، خواهر، برادر، بعد از این دیگر خویش و تبار دور و این چنین دوستان و برادران و خواهران اسلامی. نگاه کنید اینجا انسان های هستند غرق گناه کبیره هستند و دستکش هم نیستن. به خاطر غرق گناه کبیره بودنش تو با او قهری هستی، اما خویش و تباری تو هست. خویش و تبارت با قهرگی تو آیا از این کارش دست میکشد یا اینکه بردوام است؟ وقتی قهرگی تو هیچ فایده ندارد، اگرچه خویش و تبارت باشد هم با او چون سیله رحمی تو هست با او مناسبت داشته باشی، با او رفت و آمد داشته باشی. و درباره سیله رحم انشاءالله باز هم صحبت میکنیم. هم احادیث پیامبر زیاد است، هم آیات های قرآن کریم زیاد است که صله رحم از واجبات الله است. و انسان هایی که با خویش و تبار خود قهری هستند و این چنین با خواهر و برادر مسلمان خود قهری هستند به خاطر کارهای دنیوی، به خاطر کمی پول، کمی چیز دیگره، اینها اعمالهایشان به نزد پروردگار برداشته می شود، ولی پروردگار میگوید تا اینکه با همدیگر آشتی نکردن از آنها چیزی قبول نیست. که در این باره در ما حدیث پیامبر است که اعمال های بنده ها، عمل صالح بنده هایی که با هم قهری هستند، آن هم باید اشاره کنیم نه به خاطر بعضی مسئله های دینی بلکه به خاطر مسئله های دنیوی، انا اینها رو میبینید که یا به خاطر کبر و غرور یا چیز دیگره، ثواب های اینها در نزد پروردگار هیچ فایده ندارد. پس با خویش و تبار خود، با خواهر و برادران مسلمان خود پیش از اینکه به روزه شروع کنیم باید حلالی جوییم که پروردگار بین مایان اتفاق و اتحاد را جاری کند. مسئله دیگر مسئله هست که در حدیث گفتیم والجهل والعمل به، یعنی جاهلی و هر چی گناه هست. نگاه کنید پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اگر گناه رو ترک نکردی از گرسنگی و تشنگی تو هیچ فایده نیست. اینجا بعضی انسان هایی هستن که تمام روز روزدار هستن، همین که شب شد شروع میکنن به دست زدن به گناه. چی گناهی آنها؟ گناه غیبت کردن در تلفن باشد، چی تماشا کردن نوارهای فحش و بی‌ادبی یا گفتیم بد اخلاقی در یوتیوب باشد، چی هزار و یک دیگر کارهایی است که امروز دیده ایستاده جوانهای ما در تلفن با بیگانه ها صحبت کردن و عکس فرستادن و یک نفر را ماندن و درباره اون نوار کردن و او را شرمنده کردن، علل خصوص دخترک های تاجیک را یا این چنین بعضی اهل علم را این گناه ها زیاد هستند. پس وقتی تمام روز روزدار هستیم اما شبهایش یا در یوتیوب مشغول گناه هستیم یا در تلفن مشغول گناه هستیم که هر یک انسان میدوند خودش به چه گناه مشغول است، یا اینکه نشسته در خانه همراه اویله یک سریال های را میبینیم که نابود کننده برکت رمضان هستند، گروه های بی‌معنی، تماشا کردن نوارهایی که هیچ فایده در زندگی ما ندارد، صحبت هایی که فقط محاکمه یک نفر، مسخره یک نفر یا اینکه یک نفر را پس زدن هست. اینها نابود کننده های روزه ما می باشد. پس اینجا برابر گرسنه بودن، برابر تشنه بودن، برابر دوری از جماع یا گفتیم همبستری، انسان باید زبان خود را هم در این ماه روزه بگیراند. روزه که به غیبت کسی آلوده نشود، به تهمت کسی آلوده نشود، به طعنه کردن و آزار دادن کسی آلوده نشود. از طرف دیگر قهرگی با خویش و تبار، با خواهر و برادران مسلمان و البته که اینجا مسئله که اومدیم و در تلفن خیلی گفتم که امروز پیشتر اگر اکثر گناه ها در کوچه بود، الان در درون خانه شده است که مردم به دست تلفن میگیرند و با تلفن به چه گناه های دست نمیزنند، یا جلوی دوربین یا در نظرنویس ها یا در جای های دیگر. پس از ایدان عمل هایی که ما در ماه رمضان انجام می دهیم، از روزه و از نماز تراویح و از دعا و از ذکر، اینها که خیلی معروف هستند، اما نگذارید
این عملهای صالح ما رو، این همه گرسنگی و تشنگی ما رو از صبح تا شام، این همه نمازهای تراویح و تهجد ما در شب رو، این گناه ها محوش نکند، این گناه ها نابودش نکند، تا که روزه ما مورد قبول پروردگار یگانه باشد. این بود صحبت کوتاه من همراه شما. ایدی چیزهایی که روزه رو نمیشکند و مردم میشکند میگویند یا که باطل میکند میگویند، و این چنین ایدی کارهایی که در رمضان نکنید بهتر است، یعنی مکروه است، و این چنین ایدی کارهایی که در رمضان کردید اجرش خیلی و خیلی زیاده است. کوتاه انشالله در نوارهای دیگر همراه شما صحبت میکنم. بار دیگر رمضان برایتان مبارک باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.